اقامت الحدود اعظاما للمحارم. حدود چرا وضع شده؟ مثلا حد شراب، مثلا حد زنا، مثلا حدود دیگر، به خاطر از اینکه محارم و حرمتها در جامعه بزرگ شمرده شود، مردم زود مرتکب گناه و معصیت نشود. بعد حضرت فرمود که و ترک الزنا تحسینا للنسب. چرا زنا حرام داده شده؟ به خاطر از اینکه انساب مخلوط نشه، پاک بمانه. بعدا عرض میکنم چه مشکلاتی رو به وجود میاره. و ترک اللواط تکثیرا للنسل. چرا هم جنسگرایی در اسلام حرام است و ممنوع خوانده شده؟ به خاطر